از اونجایی که توی ویدیو قبلی یکی برام کامنت گذاشته بود که با چه برنامه ویدیوهاتو ادیت میزنی، امروز اومدم بهتون بگم که با چه برنامه ادیت میزنم و چطوری میتونید اون برنامه رو روی کامپیوترتون نصب کنید. فقط قبلش لایک، ساب، کامنت رو بزن. برو بریم. من خودم با برنامه پریمیر ویدیوام ادیت میزنم. حالا بعضی جاهاش افتر افکت هم هست ولی خب بیشتر پریمیره. و حتی همین صحنه‌ای که اول فیلمم میارم همه رو با پریمیر میزنم. توی این ویدیو قراره که بهتون یاد بدم چطوری میتونید پریمیر رو روی کامپیوترتون نصب کنید. اما توی ویدیوهای بعدی اگر شد، نه قولش رو بهتون نمیدم ولی اگر شد یه ویدیو آموزشی هم میسازم که چطوری میتونید با پریمیر کار بکنید و چطور رو ویدیوهاتون رو حالا ادیت بزنید. یه نکته هم که بهتون بگم، اگر سیستمتون پایینه و نمیکشه، اول که باید سیستمتون حتما 64 بیتی باشه. کلا 32 بیتی ساپورت نمیکنن. ولی خب اگه کامپیوترتون 64 بیتی بود ولی خب مثلا مشخصاتش یکم پایین بود، بعد برید نسخه‌های پایین‌تر مثلا 2018 و اینا رو نصب کنید که من تو این ویدیو آموزش اونا رو بهتون نمیدم. قراره که تو این ویدیو یاد بگیریم چطوری میتونیم ورژن 2020 به بالا، یعنی 2020 تا 2026 رو با هم دیگه نصب کنیم که اینا به یه شکل، ولی خب از 2018 به پایین، یعنی فکر کنم 2019 هم همین شکل، ولی از 2018 به پایین به یه روش دیگه بعد نصب کنید. بعد سی سی میکر نصب کنید، یه اینستالر برای پریمیر که اگه حالا درخواست بود تو کامنت ها آموزش اونم هم براتون میذارم که چطور روی سیستم‌های ضعیف هم بتونیم پریمیر رو نصب. اما خب فعلا بریم این آموزش رو با هم دیگه ببینیم. Let's do this. خب به این دقیقه همین پریمیری که اینجاست، پریمیر 2020 رو قراره که امروز بریم ما هم دیگه نصب کنیم. برای نصب گوگلتون رو باز کنید، اینجا صاف 98 داتای آر رو سرچ کنید. داتای آرشو که بزنید دیگه مستقیم وارد سایت میشه. یه سایت این شکلیه. ببین دیگه این خفن ترین سایت دیگه، همه از اینجا دانلود میکنن. یعنی هر چی هم بخواید داره، کروم داره، چه میدونم فایرفاکس داره، برنامه پیشنهادیش وینرر و فایرفاکس و این داستانا، همه اینا رو داره. همه اینا رو میتونید برید نصب کنید. وقتی که وارد این سایت بشید، این بالا یه گزینه چی میگن ذره بین داره، روی اینکه کلیک کنید توی این قسمت میتونید سرچ کنید. ادوبی که بزنید، قدیم یه ادوبی مینوشتی پریمیر رو می آورد، حالا جدیدن دیگه ادوبی زیاد شدن نمیاره. یه دونه پی آر بنویسید براتون اینجا پریمیر رو میاره، ادوبی پریمیر. این ادوبی پریمیر پرویی که این شکلیه رو نه، خود این ادوبی پریمیری که اینجا براتون نوشته. روی لوگوی ویندوز کلیک کنید، یه صفحه جدید براتون باز میشه، میاد پایین اینجا آیکون این داستانا. یکم که بیاد پایینتر نوشته 64 بیتی ویندوز 10 و 11. این نسخه 2026 2025 2024 2023 و سایر ورژن‌ها که دیگه از 2022 تا 2018. بریم سیستم مورد نیاز یه چک بکنیم. من خودم پریمیر 2020 رو دارم، یعنی 2020. سیستمم یه سیستم معمول رم 8 گرافیک 2 گیگ، سی پی یوش هم آشغالیه، ولی با این حال 2020 رو من دارم. تا حالا هم هیچ لگی ندیدم. همین ویدیو هم که دارید میبینید با همون براتون ادیت زدم. اینجا هم میبینید دیگه مثلا نوشته برای 2018 دیگه حداقل 4 گیگ رم داشته باشید، ولی 8 گیگ داشته باشید بهتره. ویندوز 7 هم ساپورت میکنه و هیچ مشکلی نداره رو ویندوز 7. من رو ویندوز 7 2018 داشتم، رو اونم خوب کار میکنه. بقیه چشم دیگه فکر نکنم مهم باشه دیگه، حالا کار در میاره. آره میکشه سیستمتون، مگه اینکه دیگه 2026 رو بخواید نصب کنید یا مثلا 2020 رو بخواید نصب کنید. خودش نوشته حداقل رم 16 باشه که گو میخوره، اصلا 16 نیاز نیست. اما 8 رو داشته باشید جواب. 4 هم من داشتم و آورده. آره فقط فکر کنم برای این نسخه نیاز به یه گرافیک دارید دیگه. مثلا اگه یه لپتاپی دارید که گرافیک نداره، فکر نکنم بتونید اون عملکرد خوب ازش بگیرید. ولی آره دیگه میتونید نصب کنید به نظر من 2020 رو، ولی 2026 رو نمیدونم، ولی 2020 رو 100% میتونید نصب کنید با حالا مثلا مشخصات معمولی هم داشته باشید. برید همه این نسخه به این شکله. ولی من میخوام نسخه 2020 رو بهتون یاد بدم. متاسفانه نسخه 2020 رو اینجا نداره. توی این پریمیر ببین 22 21 19 18 20 رو نداره. من از یه سایت دیگه دانلود کردم، ولی خب این صاف 98 دیگه بهترین سایت بود. من گفتم بهتون معرفی کنم که دیگه همین نسخه رو داره. 21 هم میتونید حالا نصب کنید، ولی برای من 21 رو من نصب کردم، یه سری باگا داشت، رفتم همون 2020 رو نصب. حجمش هم 1 گیگابایت و 600، آخرین نسخه‌ش هم حجمش 4 گیگه. یه 4 گیگ بعد نت بدید دیگه. خیلی ساده بنویسید پریمیر 2020 بیتگراف. این سایت چیه؟ من اینجا دانلود کردم. حالا دیگه میتونید اگه این سایت میخواید یا اگه سایت دیگه میشناسید حالا بر شکلی دانلود کنید.
میاد اینجا دانلود رو میزنید، کپی رمز هم میزنید. رمز رو حتما باید کپی کنید چون اینجا رمز دارن اینا. هر چی از سایت صاف 98 دانلود کنید پسوردش یا همون رمزش صاف 98 داتای آره که خودش اینجا نوشته، میتونید کپی کنید. من از قبل اینو دانلود کردم دیگه. اینجا مثلا من یه پوشه بسازید پریمیر 2020 واردش که میشه. ببین دو تا چیز داره. ببین در واقع شما براتون این نصب میشه، این فایل نصب میشه. شما کلیک راست میکنید اکسترکت هیر رو میزنید، برنامه وینرر هم باید داشته باشید. بعد من از بیتگرافت دانلود کردم دیگه، اون پسوردی که میخواد که این هستش، حالا www.bitgraph.ir این پسوردش. شما اوکی میزنید و یه پوشه براتون استخراج میده. بعد که وارد این پوشه بشید سه چهار تا چیز میز داخلش میبینید که اصلا با اینو کار نمیکنه. فقط این ستاپ رو باز میکنید. اینجا یه همچون شکلی براتون باز میشه، همونطور که میبینید نوشته بیت گرفت و حالا این داستانا. اینجا زبانو میگن بذارید روی انگلیش زدم عربیت چیه که زبان فارسی هم بهتر باشه، چون زبان فارسی حالا ما انقدر شناخته شدیم تو دنیا که این برنامه هم زبان فارسی نداره. ولی خب میگن عربی رو بزنید فارسی بهتر میخونه، ولی من برام همینم زدم اوکیه. دیفالت لوکیشن میتونید بذارید که تو درایو سی تون نصب میشه. به نظر من همین کارو کنید، مخصوصا اگه درایو سی تون SSD باشه، مثل خود من، یا اگه درایو دیگه ایتون هم SSD بذارید تو که بتونه یعنی در واقع سرعت بهتری داشته باشه. خودم گذاشتم تو درایو سیم SSD هست و مثلا سرعتش خیلی خفن. میزنید و کانتینیو میزنید. بعد یک کانتینیو زدی ببین شروع میکنه به نصب شدن. حالا من نمیخوام یوتیوب میزنم بیرون بره. بعد از اینکه نصب بشه پریمیر برای شما اینطوری بالا میاد رو سیستمتون دیگه. آیکونش حالا میاد یا همونجا فینیشو بزنی تموم بشه براتون باز میکنه برنامه رو. هیچ چیز اضافی نداره، کلا همینه. یعنی نصب کردن پریمیر کلا همینه. اما یه چیزی که بهتون بگم، از نسخه نمیدونم 2019 به بالا 2020 به بالا این شکلیه. قبل شما باید کرک کنید، مثلا نسخه های آموزش فعال سازی نسخه های ویندوز بریم اینجا نسخه 2018 بعد سی میکر دانلود کنید. آره بعد سی میکر دانلود کنید، یه برنامه جداگانه است. اونو که دانلود کنید تو سی میکر بعد پریمیر هم باید دانلود کنید، تو سی میکر ادش کنید، بعد از اونجا تو سی میکر در واقع استارت حالا نصب شدنشو بزنید. سی میکر هم داشت قدیم اینجا خودش، به اینجا مثل اینکه نداره.